این فیلم به سفارش سازمان زنان ایران در سال 1345 همراه با فیلم تهران پایتخت ایران است آغاز گردید. پس از توقیف تهران پایتخت ایران است، از ادامه فیلمبرداری قلعه نیز جلوگیری شد و کار ناتمام ماند. به دنبال قیام خونین ملت ایران که درب زندانهای جسمی و فکری رژیم سفاک شاهنشاهی را گشود، پس از 12 سال به این فیلم دست یافتیم. آنچه اکنون پیش روی شماست بر اساس همان ناتمام ساخته و پرداخته شده است. این فیلم در زمستان سال 1359 برای اولین بار تدوین شد. به معصومیت هایی که در آتش سوختند. بنویس جانم. شهرهای بزرگ ایران دارای کارخانه ها و اداره ها و بیمارستان های بسیار است که مردم شب و روز در آنجاها کار می کنند. هر ایرانی چه در شهر و چه در ده. ببینید اینجا نیست، زحمت میکشند تا زندگی بهتری برای خود تقریبا 18 سال پیش از این من دختر بودم و زیر پای من پهلوی نشستن و من آوردن تهران به جای فساد در دروازه قزوین که منو فروختن و من هر چی سعی میکردم که بیام از اونجا بیرون و نمیذاشتن من بیام بیرون. اینا میگفتن پس چرا نمیذاری من برم بیرون؟ میگفت تو بدهکار هستی. منم آرزوی پدر مادرم داشتم، اینا اونام هیچ از من نمیپرسیدن، هیچ. بعد چند سال فرار کردم، رفتم، اونا من راه ندادن. 2 مرتبه برگشتم و راهی چایم ندارم و کسی هم ندارم از من نگهدار باشه، چیزی هم ندارم. حالا خودم موندم همینطور سرگردون ویرون، جایی ندارم بخوابم. آسمان لحاف منه، زمینم دوشک من. و مردم فراهم آورند همه ما در هر جای ایران که باشیم زن پدرم من 9 ساله داد به یه مرد پیرمرد، اونم زن داشت، بچه داشت. من هر روز میزدن، نه نون میدادن نه آب میدادن. 13 سال زایدم ببینم منو زیاد اذیتم میکنن. من شوهرم میفرستید گداره، میرفتم درشه 1 قرن تو خانه بازار استانبول همه چه گداره میکردم، پولش میوردم میدادم به شوهرم، بازم به من هیچی نمیدادن. و وقتش رفتم از اون خونه قهر کردم، رفتم خونه دیگه، یه جای کفرت موندم. اونجایی که کفرت که مونده بودم من گولم زد، فروخت به یه زنه. اون زنه من بود آبادان فروخت. و وقتش اونجا هرچی که کار میکردم درشی به من نمیدادن. خلاصه هرچی طور بود همونجا فرار کردم، اومدم تهران. و وقت رفتم خونه شوهرم،
بعدا اومدم یواش یواش اومدم اینجا قلعه اینجا. هر چی کار میکردم دادم به شوهرم، هر کجا هم که شکایت میکردم هیچ کس به دادم نمیرسه، میگفتن تو بچه هستی. اون وقت بعدا من بهش پول دادم، 500 تومن 1000 تومن بهش پول دادم، ازش طلاق گرفتم. 10 سال موندم تو قلعه. اون وقت یه مرد از اونجا منو نجاتم داد. بهش گفتم دازدار خدا من نجاتم بده، من با نون خشکی تو هم میسازم. عقدم کرد. الان 6 ساله به هم نگه داشته. همون بچه خانم شوهرم که داشتم الان پسرم 14 سالشه، ولی واسه پسر من هیچی نمیخره. نونم که میخوره باش بچه من دعوا میکنه، میگه زیاد نون خوردش. اون وقت اونجا هم که من فروخته بودن دعوا داده بودن، خورده بودن که بچه‌م نشه، شکمم سوختش. 2 دفعه شکم من عمل کردم، هنوزم خوب نشدم، بازم مریضم. و هر کاری که انجام دهیم در پیشرفت پدرم قربان ارتش بود در تربت حیدریه. من گول خوردم، یعنی پس زیر پا نشست و من آورد تهران. یه زن بود، زن نجیب بود که من آورد تهران. من نمیدونستم که اینجا مثلا چی هست چی نیست. دهاتی بودم، یعنی فراتم دهاتی بودم. من بردم قلعه زادی، من فروختم و الان 2 تا بچه دارم. هر چی در میارم خرج 2 تا بچه هم میکنم، تحصیل بکنن، مثل خودم بدبخت نشن. یعنی دختر دارم، یه پسرم، دوست دارم خوشبخت بشن. در پیشرفت و آبادانی میهن خود. من اسمم شفیقه، یک دختر بدبختی هستم. مال خاک ایران نیستم، مال روسیه هستم. 30 سال پیش 40 سال پیش من پدر و مادرم آوردن تهران. بعد پدر و مادرم مردن. از بی کسی توی این محیط بدبختی افتادم. رایچایی هم ندارم، بچه دارم هستم. اگه یه کاری یه بدبختی بیچارگی باشه چرا نمیکنم؟ میکنم. نه بدهکارم نه از کسی طلبکارم، فقط نونآور ندارم. اگه نونآور داشته باشم توی این محیط هیچ وقت نمیمونم، از این محیطم میام بیرون. میهن خود شریک هستیم. بنده 6 سالم بوده من آوردن مادرم توی محیط. به سعدسا منو فروختن، از سعدسا فرار کردم رفتم آبادان. 2 دفعه اومدن منو گرفتنم سعدسا، به ضرب کتک و به ضرب کلانتری و به ضرب پول من آوردن 2 دفعگی من خودم اومدم اینجا توی این مدرسه. الان 23 سالمه. توی این 23 سال معتاد بودم، عملی بودم، عملمو ترک کردم، واسه خودم یه آدمی شدم. حالا از همه دوستان همشه‌گردیام اونایی که اومدن توی محیط واسه خودشون یه شوهری کردن، واسه خودشون این محیط نجات پیدا کردن. منم ان شاءالله به امید خدا نجات پیدا. من یه زن بدبختی‌ام. یه پسرم دارم کلاس 5مه. اولا اساسم دست یه زنه که میرم میگم اساسم بده، میگه اینقدر بدهکاره. کلانتری هم میرم شکایت میکنم، میندازن زیر فلکه شلاق میزنن، جرم میکنن. من الان بیرون الان یه زنه که بچه‌م میبرم میخوابونم، هیچ چیزی هم ندارم. الان 3000 تومانم بدهکارم، نمیتونم درارم بدم. هر جا میرم کتکم میزنه، شلاقمو میزنه تو کلانتری. بدبختی تو این محیط دارم میکشیم سر همون بچه‌مه. نه زندگی دارم نه هیچی، نه پول در دست دارم که بتونم برم خرج بچه‌م کنم یا خرج خودم کنم. امیدوارم اشرف پهلوی کمکی در بالای ما بکنه. ما آرزوی کمکمون همینه، از این بدبختی بریم بیرون. من سرگذشتم البته اینه که خوب جوان بودیم، بچه بودیم، گولمون زدن آوردن در این محیط. و البته مدتی 3 سال پیش پدر من فوت کرد، ثروت به من رسید، فامیل من از من گرفت و گولم زد. و الانم مدت 1 سال اومدم در این محیط. خیلیم گرفتارم و ناراحتم، ولی چون فکر خودم ناراحته نمیتونم، مثل آدم خیالتی فکری شدم. من اصلا نمیتونم حتی یه خط بنویسم بخونم. به این دلیلی که الان بنده خودم گریم میگیره. خیلی من یه نفر خیلی کشیدم آقا در زندگی من از دستم 100,000 تومان زندگیم رفته. من هیچ فکرم حاضر نیست. من از معلمان از مدیر کلاس خیلی ممنونم، ولی نمیتونم، فکرم آزاد نیست که درس بخونم، چون خیلی گرفتارم، خیلی ناراحتی دارم، خیلی بدهکارم. من شب 60 تومن باید نزول پول فقط بدم. نمیتونم، زندگیم رفته آقا. من از شما خواهش میکنم و محض وجدانتون خداتون من یا از این محیط نجات بدن یا از این کلاس اسم من خط بزن. بخون بلبل جوان بد میدیم از این شیشه شرا بد میدیم ای آهوی بزن چرخی بشین روزانوی دل تو ملگان
پشت داغو کردم از این آهو کبابت میدیم ای آهوی بزن چرخی بشین روزانوی دم گاراج بودم یارم سوار شد دل مسافرین بر من کباب شد تلفن میکنم بر شهر بیرجند که یار شیرینک از من جدای شد ای آهوی بزن چرخی بشین روزانوی الان شافر که ما شین زیر بایره دوتا دختر خانم جلو ماشین سوایره اگر شافر حرام زاده نباشه تو را به دختر مردم چه کاره ای آهوی بزن چرخی بشین روزانوی خدایا تو را شکر میگویم خدایا تو را شکر میگویم که مرا شکر میگویم که مرا آفریدی. حالا من بدهکار بودم اینا وقتی محمد سمنونی بود منو کرد زندم و هرچی من کاغذ دادم گفتم یه راه نجاتی واسه ما بکنن خلاصه آخرم هیچ کاری واسه من نکردم و الان با 3 تا بچه‌ام دارم و ارو نالاجی 5 تا بچه داشتم 2 تاشو بخشیدم و 3 تاش الان پلوی خودمه. من 12 سالمه. من به یه خواهر دارم به یه برادر کوچولو. خواهرم از من بزرگتره. بعدا یه مادر بدبختی دارم و شما میتونید یه کاری برام بکنید. مادرم گفت بذار اینجا بذارم سر یه نجاتی پیدا کنم. مادرم اونجاست. ما یه زندگی داریم تو جمشیده. برادرم مادرم خودمون هممون. چی برادرم یه کوچیکه بعدا از منم کوچیک‌تره. خواهرم 14 سالشه. شما میتونید یه کاری برای ما چیز کنید. اما ما اینجا تو این جمشید نجات بگیریم دیگه بریم راهش. زنای بدی هم مردای بدی هم مطلق میگن. ما دختر نجیبیم دیگه نمیتونیم که همش اون یکی یه حرفای بدی میزنن به ما. اینا مادر که نیستن که اینا هم که 9 سال 8 سال 10 سال 15 سال دارن اینا رو توی جمشید شبا میبرن استفاده میکنن میبرن تو خیابونا میفروشن شبا به راننده ها به مثلا مردمی که میخرن به مردای مثلا عرق فرو فلان میبرن میفروشن یکی 40 تومن 50 تومن میگیرن یه ساعت پلوشن میمونن. من میگم حیفن اینا گناه دارن ما آلوده شده اونا نشن بدبخت میشن جامعه آلوده میشه. این یک کمکیه شما در جامعه میکنید. پشت بیمارستان میریم اونجا شبا چند تا زنیم همینجور سرپا توی خیابون عبور مردم میان میرن چه کار کنیم گشنه علاج نداریم 2 تومن 15,000 یارو میدن از ما مجبوریم گشنه وقت کراخونه مثلا اینا که این سال اینقدر به زندان پول دادم. اسمم روشن درد دلم که البته من دختر 17 ساله‌ای بودم گولم زدن آوردن توی این محیط. کی گولتون زده؟ یه نفر اصلا نمیشناسمش اصلا. حالا نمیدونم مرده است یا زنده است. بعد در ضمن منو گول زد وارد شهر نو با 1 گیلاس مشروب بجگه منو برداشتن. اون وقت من یواش یواش اونجا موندم الان در حدود 35 سال من توی این محیطم. بله. در این 35 ساله 6 ساله که این کلاس باز شده بس که به من گفتن من دیگه 2 سال حالا
دست کشیدم آمدم بیرون، از اون محیط کثیف اومدم بیرون و حالا الان چیکار میکنی؟ الان پرتقال فروشی میکنم و زندگیم هم از همین پرتقال خوب میگذره، خرجمو در میارم، از این پرتقال فروشی راضی هستم. ولی من احتیاجی الان به یک گلیمی دارم، به یه دست رخت خوابی که توش زندگی کنم، بخوابم. خیلی بهم سخت میشه. شما چند وقت تو این کلاس اینجا هستین؟ من 6 ساله که تو این کلاس میرم. خانم اکابریان خیلی به من محبت کردن، خیلی در حق من مادری کردن. از کنم خدمت شما، من فرستادم مجله زن روز، خانم زعفرانی از 50 تومن به من کمک کردن. از اون 50 تومن برای خودم استکان، قوری، چراغ اینا خریدم. بعد خانم پیروز هر دفعه آمده اینجا به من 25 تومن 30 تومن داده. این خانم نظمی همیشه درس تعلیمات دینی، اسلام، نماز همه چی به ما یاد داده. من از اینا 1000 تشکر میکنم. خیلی ممنونم از خانم های شما. سوادم یاد گرفتین؟ نه خیر نخوندم. خودتون نخوندی؟ بله خودم نخوندم. خطم هم خیلی خوب بود. یه دفعه هم امتحان دادم کارنامه گرفتم، ولی من دیگه پشتش نگرفتم. هر چی خانم بهم اصلاح کرد گفتم خانم سواد چه درد من میخوره. اگه راست میگی من سر یه کاری بذارین که الان از این محیطم که نجات پیدا کردم، از این خیابونام نجات پیدا کنم. گردان بکن تو دارا اوشتاتگان پادانی سرا بیا لیلا بیا بیا لیلا بیا لیلا